بزرگترین اشتباه من چیدن لباسای زمستونی توی کمد بود. چون که هوا داشت سرد میشد، لباسای زمستونی آوردم که بچینم توی کمدا که روی یکی از لباسا یه چیزی دیدم. زدم توی اینترنت و فهمیدم که این سوسک لاره و میفته توی فرش و لباسای زمستونی. اولش تصمیم گرفتم همه لباسا رو ببرم توی همون، بذارم تو تشت و با آب جوش بشورم. وقتی که دقت کردم دیدم توی درز لباسا تخم گذاشته. داشتم توی اینترنت دنبال راه چاره میگشتم که دیدم تنها راهش اینه که بدم به خشکشویی. یه خشکشویی که بین همه از نظرم معتبرتر بود و انتخاب کردم و وارد سایت شدم و دونه دونه لباسایی که می‌خواستم شسته بشه رو انتخاب کردم. حجم لباسا خیلی زیاد بود و فکر می‌کردم این کار قراره کلی برام هزینه داشته باشه، اما بعد از دیدن قیمت‌های داخل سایت خیلی تعجب کردم. مهمترین پوانش این بود که دیگه نیازی نبود من برم تا دم خشکشویی و اون همه لباسو بخوام تحویل بدم. خودشون اومدن دم خونه، همه لباسا رو تحویل گرفتن و بعد از شستشو اتو بهم تحویل دادن. همه لباسا رو با یه محلول خاص شسته بودن و فوق‌العاده خوشبو و مرتب بهم تحویل دادن. بچه‌ها چیزی که برای من جالب بود تو خشکشویی زمان، خیلی قیمت‌های سایتشون متفاوته. از طریق سایتشون اومدم ثبت سفارش کنم، اصلا میتونم ببینم تقریبا قیمت‌ها 1/3 کمتر برام در اومد. برو با کل خشکشویی سطح اصفهان مقایسه کن.